نفرهای اروپا هستن اینا کلن دیگه میبینین. خب انشالله که شما هم در آینده نمیدین تو وضعتان هست نمیدین. هر کسی که دوست داره در اروپا باید اینجا کلگی رو میبینین صف گدایی است. کلگی آمدن به خاطر یک رومنان کلگی اینجا ایستاد شدن 10 ساعت 12 ساعت ایستاد میشن تا یک رومنان نگیرشن به واسه اگه دوست دارین در آینده تان نمی باشه به این اروپا. میبینین دیگه اروپا چی رقم جای هست. مال بیشتر از 400-500 نفر تازه اول صبح است به خاطر صبحانه ایستاد شدن. تا نیم ساعت یک ساعت دیگر میبینین که بیشتر از این 700-800 هزار نفر میان در صف به خاطر یک صبحانه چیز ایستاد میشن. یعنی لعنت به اروپا که ما آمدیم در اینجا شدیم.